اگر که دیده باشین داخل نامه‌های اداری اون انتهاش سمت چپ میان عنوانی رو تایپ میکنن. به عنوان مثال یه قدردانی و تشکر، در زیرش هم میان مشخصات خودشون رو مینویسن برای امضا، که اکثرا برای تایپ همین دوتا خط، منظور همین دوتا خط انتهایی که شما دارین میبینین، با مشکل مواجه هستن. مثلا نوشته ها عقب و جلو میشه یا نوشته ها تراز نمیشه و همین باعث میشه که شکل خوبی متن ما نداشته باشه. حالا میخوایم ببینیم این کاربری که اومده این نامه رو تایپ کرده در این قسمت چه کار کرده. برای اینکه جزئیات ما بتونیم ببینیم کافیه که بریم در قسمت نوار منوها، منوی هوم و در زیر گروه پاراگراف. در اینجا یه آیکونی از جایی که الان اشارگر موس من هست تحت عنوان show/hide. اگر که من این دکمه رو روش کلیک بکنم و فعال بشه به ما نشون میده که کاربر چه کاریو انجام داده. شما دقت بکنین الان من با اشارگر موسم روی این آیکون هستم، روش کلیک بکنم این آیکون فعال میشه، روش میام کلیک میکنم، همونطور که شما دارین میبینید مشخص شد که کاربر چه کار کرده. این نقطه ها که داخل دو تا خط آخر دارین میبینین اسپیس هست، یعنی کاربر ما اومده با زدن اسپیس این نوشته ها رو به انتها در سمت چپ صفحه آورده که از لحاظ اصولی اصلا درست نیست و اصولی تر و حرفه‌ای ترش این هستش که ما بیایم از کلید تب برای این کار استفاده بکنیم. حالا توی این آموزش من میخوام یادتون بدم که چطوری از کلید تب برای این کار استفاده کنیم. من اول باید بیام این دوتا خط رو پاک بکنم. کافیه که با عمل کلیک و دراگ کردن این دوتا خط رو سلکتش میکنم، دکمه دیلیت رو از روی صفحه کلید میزنم که این دوتا خط پاک بشه. اجازه بدین که این فضای خالیش هم پاک بکنم. بعد از اینکه این کار کردم من میرم سراغ نوار منوها، مجددا همون منوی هوم و در زیر گروه پاراگراف. کافیه که من گروه پاراگراف رو انتخاب بکنم. برای این کار در قسمت سمت راست در اون قسمت پایینش یه فلش هست. اگر که با اشارگر موس رو اون برم و روش کلیک بکنم اون پنجره مربوط به پاراگراف برای من باز میشه. در همون سربرگ اول در قسمت انتهایی یه دکمه داریم تحت عنوان تابز. اگر روش کلیک بکنم همونطور که شما می‌بینید یه اینطور باکسی باز میشه. خب تغییراتی که من در اینجا باید بدم این هستش که به عنوان مثال دقت بکنین به این نوار خطکش. من میخوام نوشته من از سانتیمتر 13 شروع بشه برای اون دو خط آخر. پس کافی که در این باکس عدد 13 رو وارد بکنم. بعد از اینکه عدد 13 رو وارد کردم در قسمت الاینمنت ها میام دکمه سنتر رو فعالش میکنم که حالا بعدا براتون میگم که این دکمه سنتر چه کار میکنه و کجا به درد ما میخوره. بعد از اینکه این جایگاه رو من مشخص کردم برای کلید تب کافیه که روی دکمه ست بزنم و بعد بر روی دکمه اوکی کلیک بکنم. دقت بکنین الان نگاه کن در قسمت 13 تو قسمت نوار خطکش هیچ چیزی نیست. حالا من میام اوکی میکنم ببین چه تغییراتی به وجود میاد. من اوکی کردم. اگه شما دقت بکنین در همون نوار خطکش زیر عدد 13 یه آیکون کوچیکی ظاهر شده. خب من به انتهای اون خط میرم، انتهای نوشتم میرم و یه بار کلید تبو میزنم ببینم چه اتفاقی میفته. یه بار من کلید تبو که بزنم همونطور که شما دارین نگاه میکنین اون کرزر چشمک زن من اومد دقیقاً در زیر عدد 13 از همون قسمت نوار خطکشمون. خب در این قسمت من الان میام اون متن خودمو تایپ میکنم. مثلا در اینجا می‌نویسم با تشکر. بعد از اینکه متن رو نوشتم مجددا یه اینتر میزنم و یه بار دیگه کلید تبو میزنم. بعد در اینجا می‌نویسم، دقت بکنید بازم کلید تبو زدم، اون کرزر من دقیقاً در زیر عدد 13 از نوار خطکشمون قرار گرفت. در اینجا مثلا می‌نویسم نام و نام خانوادگی. بعد از اینکه اینا رو نوشتم اجازه بدین که از همون قسمت نوار منوها، منوی پاراگراف، من بیام این آیکون مربوط به شو و هاید روش کلیک کنم که غیر فعال بشه. الان دقیقاً این اتفاق افتاد. حالا میخوام بهتون بگم که اون دکمه سنتر رو چه کار میکنه. نگاه کنید من اگر برم روی عدد 13 روی آیکونی که در زیر عدد 13 با این کار
برای ما ایجاد شد کلیک بکنم دقیقاً یه خط میفته. یعنی نوشته هایی که من تو 2 تا خط آخر نوشتم دقیقاً این نوشته ها در وسط عدد 13 قرار گرفت. یعنی وقتی که من دکمه سنتر رو یا هم گزینه سنتر رو فعالش کردم باعث میشه که هر متنی با هر طولی که تایپ بکنم دقیقاً وسط خود سانتیمتر 13 قرار بگیره و این کار باعث میشه که متن من خیلی شکیل‌تر بشه و تراز مناسب خودشم داشته باشه. و معمولا اون افراد حرفه‌ای در نامه‌های اداری یا نامه‌هایی که مشابه به نامه‌های اداری باشه و اون 2 تا خط آخرش رو میخوام به این صورت تنظیم بکنن، به این صورت تنظیماتشون رو انجام میدن و با استفاده از کلید تب این کار رو انجام میدن. امیدوارم که آموزشم براتون مفید باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.